سلام. با معرفی دوره رایگان آموزش پایتورچ در خدمت شما. ویژگی‌های مهم این دوره چی هستش؟ اینکه ما از صفر پایتورچ رو به شما آموزش میدیم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما فرض رو بر این گذاشتیم که شما از پایتورچ هیچ چیزی نمیدونید و حتی نصب پایتورچ رو هم مرحله به مرحله به شما آموزش میدیم. نکته بعدی اینه که ما توی این دوره بیشتر تمرکزمون رو کدنویسیه. طوری که 80% مطالب این دوره کدنویسی است و 20% تئوری میشن که فکر میکنم شما دوست دارید بیشتر کدنویسی داشته باشیم که ما اینجا اینو لحاظ کردیم. مورد بعدی پروژه محور بودن این دوره است. ما سعی کردیم مطالب مختلفی که از پایتورچ داریم میگیم رو با پروژه همراه کنیم که مطالب بهتر برای شما جا بیفته و فکر میکنم پروژه محور بودن رو هم خیلی دوست داشته باشید. در عین حال تمرین هم براتون در نظر گرفتیم که با این تمرین ها اون چیزایی که گفتیم و بهتون یاد دادیم رو بیایید تمرین کنید و خودتون رو محک بزنید که آیا خوب یاد گرفتید یا نه. و مورد آخر اینه که علیرغم اینکه این دوره کیفیت بالایی داره ولی ما اینو رایگان ارائه میدیم و میخوایم که شما از کار با پایتورچ حسابی لذت ببرید. اما مدرس دوره که خودم هستم، سید سجاد اشرفی، مشخصات بنده رو اینجا میبینید. من مثبت 10 سال، حالا میشه بهتر گفت 13-14 سالی هست که با هوش مصنوعی درگیرم، هم توی محیط آکادمیک یعنی تحصیلاتم، هم خارج از محیط آکادمیک تو محیط کاری. و اگر هم میخواید با من بیشتر آشنا بشید طبیعتا میتونید صفحه اختصاصی من توی سایت هوسم رو مطالعه کنید که بیشتر از خودم گفتم. اما آیا این دوره پیش نیاز داره؟ بله، پیش نیاز داره. پیش نیازش پایتون هست، یک کمی ریاضیات هست و یک کوچولو یادگیری ماشین. ما انتظار داریم که شما برنامه‌نویسی پایتونتون خوب باشه و مهارت حل مسئله در کدنویسی با پایتون رو داشته باشید. یعنی یه سری مسائل ساده مثل جدول ضرب با پایتون، فاکتوریل با پایتون، دنباله فیبوناچی با پایتون رو بتونید به راحتی بنویسید. اگر همچین چیزی رو ندارید خب احتمالاً این دوره خیلی به دردتون نمیخوره، به خاطر اینکه ما اینجا که پایتون آموزش نمیدیم، پایتورچ آموزش میدیم. لازمه یاد گرفتن پایتورچ اینه که شما پایتون رو خوب بلد باشید. حالا اگر پایتونتون ضعیف باشه نه تنها این دوره به دردتون نمیخوره بلکه هیچ دوره‌ای در جهان نیستش که به دردتون بخوره، چه دوره‌های خارجی چه دوره‌های داخلی دیگه ممکنه واقعا به دردتون نخوره. لازمش اینه که حتما پایتون رو خوب بلد باشید. این دوتا همینایی که من اینجا نوشتم، یعنی اینکه شما اصلا کلا کار با پایتون رو بلد باشید مهمترین پیش نیاز ماست. بقیه مواردی که دارم براتون می‌نویسم همشون در حد آشنایی و خیلی کم هستش. حالا تو همین بحث پایتون ما انتظار داریم شما فرضاً با نامپای آشنا باشید. بدونید که با نامپای میشه آرایه تعریف کرد، حالا آرایه‌های چند بعدی، و همچنین با متپلاتلیب هم یه کمی آشنا باشید. مثلا بتونید با پلات یا اسکتر نمودار رسم بکنید. همین اندازه کافیه. اگر دقت کنید در مورد پایتون دو تا مورد اول تسلطه. مهمه که روی در واقع حل مسئله مهارت داشته باشید و همین که به پایتون مسلط باشید. اما مورد 3 و 4 یعنی نامپای و متپلاتلیب ما میگیم که همین که آشنا باشید کافیه. همین آشنایی کافی هستش. در مورد ریاضیات هم ما ریاضیات در سطح دبیرستان میخوایم. مثلا اینکه بدونید یه تابع ریاضی مثل لگاریتم چیه، مثلا تابع چی هستش، با توابع مختلف آشنا باشید، مشتق گرفتن رو بلد باشید و با بردار و ماتریس هم آشنا باشید. اینا چیزای بسیار بسیار ساده‌ای هستن. یعنی ما انتظار داریم خیلی‌ها بدونن و اتفاقا ما مخاطب‌هایی داریم که دانشجوی دبیرستانی یا متوسطه هستن و اینا رو بلدن. بنابراین اگر بخواید حتی اینا رو یاد بگیرید یا مرور هم بکنید باز همون کتابای دبیرستانی مثلا کلاس 10، 11 و 12 هست که میتونه براتون مفید باشه. مورد بعدی یادگیری ماشینه. ما اینجا انتظار داریم شما بدونید یادگیری ماشین چی، اصلا تعریف یادگیری ماشین چی هست و مثلا با دسته‌بندی و رگرسیون آشنا باشید. توی یادگیری ماشین به چی میگن دسته‌بندی، به چی میگن رگرسیون، همین اندازه شما مفاهیم و تعریفا رو بدونید کافیه. باز هم تأکید میکنم که بین همه اینها اون چیزی که خیلی خیلی مهمه همون تسلط بر پایتونه، وگرنه بقیه موارد شما آشنایی داشته باشید کافیه. و ضمن این که من هم در طول دوره اونقدر سعی میکنم با جزئیات در مورد مباحث صحبت کنم که اگر ضعفی هم توی سایر موارد دارید اون مطلب براتون قشنگ جا بیفته و سخت نباشه. اما در هر صورت برای همین پیش نیازها ما یه سری پلن پیشنهادی هم داریم که بیایید پیش نیازاتون رو تقویت کنید. این پلن‌های پیشنهادی ما هم شامل آموزش‌های رایگان هوسم میشه، هم آموزش‌های غیر رایگان هوسم میشه. بریم سراغ آموزش‌های رایگان.
مواردی که اینجا مشاهده میکنید که لیست شدن، اینا همشون رایگان هستن و توی بخش وبلاگ هوسم در دسترسه. یعنی وارد هوسم که میشید، برید به قسمت وبلاگ، میبینید که ما همه اینها رو داریم. مثلا برای آموزش پایتون بیش از 10 جلسه آموزش نوشتیم، خیلی با جزئیات و دقیق و البته بارها و بارها مرور شده که خیلی با کیفیت بالا و کم خطا باشه. در مورد نامپای نوشتیم، متپلاتلیب نوشتیم، یادگیری ماشین چند جلسه نوشتیم و یادگیری عمیق که برید نگاه کنید ببینید که ما چه شبکه‌هایی رو توی یادگیری عمیق پوشش دادیم و چقدر در مورد هر کدوم صحبت کردیم و البته خدا رو شکر خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته که میتونید ببینید. در مورد آموزش‌های غیر رایگان هم که تکلیف مشخصه، شما توی فروشگاه هوسم میتونید به اینها دسترسی داشته باشید. البته ما آموزش‌های دیگه هم داریم ولی اینا رو به ترتیب آوردیم که مرتبط با پایتورچ هست. پایتون برای هوش مصنوعی، دوره یادگیری ماشین و دوره یادگیری عمیق. اگر بخواید آموزش‌های غیر رایگان رو تهیه کنید دیگه اصلا نیازی نیست این دوره پایتورچ رو هم ببینید، برای اینکه این دوره پایتورچ ما یک زیرمجموعه از اون دوره یادگیری عمیقمونه و تو اون دوره یادگیری عمیق هم تئوری در سطح بالایی گفته شده، هم کدنویسی پایتورچ از صفر گفته شده تا لول بسیار بالایی. این چیزی که می‌خوایم بگیم یک زیرمجموعه از دوره یادگیری عمیقه ولی در این حال بسیار با کیفیته و برای کسایی که میخوان استارت بزنن خیلی دوره مناسبیه. حالا ما تمرکزمون اینجا روی آموزش‌های رایگانه و اگر می‌خواید با آموزش‌های رایگان پیش برید می‌بینید که ما به اندازه کافی براتون مطالب آماده کردیم. حالا این دوره برای شما مناسبه اگر دنبال آشنایی با یادگیری عمیق هستید. یعنی شاید مثلا یه چیزای از یادگیری عمیق شنیدید، یه چیزای از یادگیری ماشین میدونید ولی دوست دارید ببینید یادگیری عمیق چیه و یه کمی باهاش کار بکنید. اگه خوشتون اومد حالا بیشتر واردش بشید و عمیق‌تر یادگیری عمیق رو دنبال کنید. این دوره مناسب شما هست. برای اینکه ما سعی کردیم بسیار بسیار ساده مطالب رو ارائه بدیم و میتونه برای شما یه محک جدی باشه که به یادگیری عمیق علاقه دارید یا نه. همچنین برای کسایی مناسبه که میخوان آموزش‌های هوسم رو محک بزنن. فرض کنیم کسی میخواد آموزش‌های غیر رایگان رو تهیه کنه، میتونه از اینجا و از این آموزش ما رو محک بزنه، ببینه که ما در چه لولی هستیم و اگر دوست داشت حالا بره وارد آموزش‌های سطح بالاترمون بشه. و مورد بعدی این که اگر این پیش نیازا رو دارید، اگر پایتون رو شما بلد هستید، بیایید و از دیدن پایتورچ لذت ببرید، شبکه ترین بکنید و ببینید که چطوری این شبکه ترین شده شما پیش بینی های دقیق انجام میده و حسابی ازش لذت ببرید. حالا چرا باید این دوره پایتورچ هوسم رو ببینید؟ چند تا دلیل براتون میارم. اینکه یک دوره اصولی و منسجمه. من سالهای ساله که یادگیری عمیق و پایتورچ درس میدم. حالا کاری به دوره ها و درس های دیگه ندارم. سالهای ساله که من پایتورچ و یادگیری عمیق درس میدم. سالهای ساله که از این پایتورچ برای کارهای جدی و دانشگاهی و غیر دانشگاهی استفاده کردم. و اینکه فکر میکنم با توجه به حجم مطالبی که ما برای پایتورچ آماده کردیم و سابقه‌ای که داریم و همچنین جزء اولین در واقع مجموعه هایی بودیم که به فارسی پایتورچ رو آموزش دادیم، خیلی حرف ها برای گفتن داریم و میتونیم یک دوره خیلی منسجم و اصولی با یه ساختار مناسب رو ارائه بدیم طوری که شما اذیت نشید و خیلی راحت پایتورچ رو یاد بگیرید. مورد بعدی رزومه و تجربه هوسم هستش. هوسم سالهای ساله که در حوزه هوش مصنوعی آموزش ارائه میده. یه نگاهی به سایت بکنید و خودتون متوجه میشید که این دوره واقعا دوره‌ای هستش که حائز اهمیته و میتونید واقعا زمانتون رو براش بذارید و مطمئن باشید که پشیمون نمیشید و نمیگید که اشتباه کردم و وقتم تلف شده. مطمئن باشید. و در نهایت این دوره رایگان هست. به راحتی میتونید تو این دوره ثبت نام کنید و چند تا ویدیوشو ببینید و اینکه اگر خوشتون اومد ادامه بدید. در نهایت نکات پایانی رو بگم. مدت زمان این دوره مثبت منفی 10 ساعته، یعنی هول و هوش 10 ساعت هست. حالا ممکنه یه مقداری کمتر بشه، یه مقداری بیشتر بشه. نحوه ارائه دوره ما توی هوسم، توی فروشگاه هوسم این رو ارائه میدیم، اما ممکنه که تو یوتیوب هم بذاریم. ممکنه. فعلا تصمیم رو نگرفتیم که توی یوتیوب بذاریم یا نه، ولی توی سایت هوسم حتما میذاریم.
حتما میذاریم. همچنین به صورت هفتگی آموزش ها منتشر میشه، یعنی هر هفته یکی دو تا ویدیو یا یکی دو تا بخش رو اضافه میکنیم تا اینکه حالا نهایتاً رفته رفته این تکمیل میشه. و اینکه اگر دیدید حالا مثلا هفته به هفته داره میاد، یک کمی صبور باشید، ما داریم کار میکنیم برای اینکه یک آموزش با کیفیتی رو با یک قاعده و نظمی جلو بریم و امیدوارم که شما همراه ما باشید. دوره گروه پشتیبانی نداره، ما برای این هیچ دوره مجزایی در نظر نگرفتیم. امکان پاسخ به سوالات شخصی رو هم نداریم. حالا بعضی از دوستان خب میان تماس تلفنی میگیرن یا مثلا جاهای دیگه در مورد پروژه‌های شخصیشون یا پروژه‌های درسیشون از ما سوال میپرسن، اما خب با توجه به مشغله‌ای که ما در حوسم داریم و خب حالا اون آموزش‌هایی که ارائه میدیم و پشتیبانی‌هایی که برای آموزش‌های مختلف داریم نمیتونیم به سوالات شخصیتون جواب بدیم و ضمن اینکه سوالات شخصی بسیار متنوع است، واقعا ممکنه تو بعضی از سوالات شخصی ما تجربه نداشته باشیم و خب واقعا خیلی سخته که بیایم به سوالات شخصی دوستان پاسخ بدیم. اشکالات درسیتون رو کجا توی همین دوره مطرح کنید؟ اگر این دوره رو دارید دنبال میکنید و اشکال داشتید، پای همین صفحه اختصاصی دوره پایتورچ توی فروشگاه حوسم تو بخش کامنت ها سوالتون رو بپرسید، ما جواب میدیم. سعی میکنیم سریع هم جواب بدیم. اگر هم از مطالبی که ارائه کردیم خوشتون اومد، خب لطفاً کامنت بذارید و نظرتون رو بگید. با حوسم همراه باشید که این دوره جذاب رو با هم دیگه استارت بزنیم و بریم جلو.